درآمد یوتیوبرهای فارسی مثل هر سال کمی افت میکنه. آماری در حدود 30 تا 35%. اتفاقی که اکثر سالها میفته و موضوع جدیدی نیست. حالا یوتیوبر معروفه میگه آی درآمدم کم شد میخوام برم. مخاطب میگه الهی حالا کجا میری؟ یوتیوبر معروفه میگه کیک. حالا قشنگ شد. کیک مال کیه؟ با یه سرچ ساده همه چی مشخص میشه. سهامدار کیک. صفحه‌ای که باز میشه وارد ویکی‌پدیا میشیم، یه مقدار پایین میایم، بله زده مالکان. خب اینجا الان ما اسم یه هلدینگ ایرانی میبینیم و یه آقای به نام امیرعلی احمدی، ولی اون مهم نی. پایینتر از اون رو شما نگاه کنی یه اسم میبینی به نام بیژن تهرانی که نوشته سهامدار اصلی شرکت کیک هستش. خب یکم با این آقای تهرانی بزرگوار آشنا بشیم ببینیم چی کاره بوده. بیژن تهرانی مدیر پلتفرم اسیکه که یه کازینو بر پایه کریپتوه. تنها کازینوییه که توی بعضی ایالت‌های آمریکا زیر 18 ساله هم میتونن ازش استفاده بکنن. ایشون قبلا هم یه سری کارهای این شکلی کرده. یه بار یه ایرانی با قراردادی نجومی از توییج آورد توی کیک. پیشنهاد انقدر بزرگ بود طرف دکور اتاقش رو هم آورد کامل سبز کرد به رنگ برند کیک. به نظرم دیگه باید متوجه شده باشی این همه هیاهو و شلوغی و مرگ یوتیوب فارسی و پایان یوتیوب فارسی از کجا آب میخوره.